پس از چند روز خاموشی احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در افغانستان با نشر یک پیام صوتی به شرکت‌داران کنفرانس بخشیده به پدرش احمد مسعود در دانشگاه اکسفورد بریتانیا از خود درک داد. پیام او روز 24 سپتامبر در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی یوتیوب نشر شد. در این پیام احمد مسعود طالبان را یک گروه اکستریمیستی خواند و گفت جانبداری غیر متمرکز کردن نظام سیاسی و اداری در افغانستان است تا همه اقوام ساکن افغانستان امکان انتخاب رهبر خود و تاثیرگذاری در تعیین سیاست ها را داشته باشند. او گفت باور داریم که غیر متمرکز کردن نظام سیاسی و اداری در افغانستان بهترین راه برای آینده می باشد. در زمینه چنین نظام اقوام بومی امکان خواهند داشت که رهبران محلی خود را انتخاب کنند و آنها در نزد ساکنان حسابات دهنده باشند. در این صورت ساکنان امکان خواهند داشت در تعیین سیاست ها در محل سکونت خود اشتراک فعال داشته باشند. احمد مسعود افزود که پدرش احمد مسعود نیز جانبداری چنین نظام بود که شرف، حیثیت و عدالت اجتماعی را برای همگان تامین کند. در ادامه این پیام او گفت پدرش ضد رژیم‌های مستملکاوی یا حکومت گروه‌های اکستریمیستی مثل طالبان مبارزه می‌برد. به گفته احمد مسعود طالبان از روز دیگر برای اشغال کردن حکومت در کابل با ادامه ترور و تخریبکاری و کردارهای وحشیانه بار دیگر جامعه‌های گوناگون را گرفتار کردند. آنها ضد حقوق‌های بنیادی زنان و تحصیل دختران می‌باشند. طالبان کشوری موро به پاноҳгоҳи терроризми байналмилалӣ تبدیل دادند. به گفته احمد مسعود به آن خاطر جبهه مقاومت ملی را تشکل داد که آرمان‌های پدرش را ادامه بدهد و آرزوی مردم افغانستان را عملی سازد. هدف جبهه آزادی افغانستان، دفاع از حقوق خود، امنیت و احترام به میراث فرهنگی و تاریخی می باشد ابراز داشت. او قبل از خروج نیروهای آمریکا و همپیمانانش از ناتو از افغانستان طالبان روز 15 آگوست حکومت را در کابل اشغال کردند. رئیس جمهور اشرف غنی از کشور فرار نمود. جامعه بین‌المللی در اعتراف این گروه تندرو به حیث حاکم افغانستان در دوراها است. در عین زمان مولا محمد حسن آخوند اجرا کننده وظیفه رئیس حکومت طالبان روز 21 سپتامبر در کابل با نمایندگان روسیه، چین و پاکستان ملاقات نمود. اول هفته جاری پرزیدنت ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت این کشور آسیای مرکزی انتقال نفت و برق را به افغانستان از سر گرفته است. در همین حال کشورهای آسیای مرکزی هم‌مرز با افغانستان از تهدیدهای امنیتی و احتمال آمدن ده‌ها هزار گریزی از افغانستان در تشویش می‌باشند. طالبان کوشش دارد اطمینان بدهد که به کشورهای همسایه هیچ تهدید ندارد.